سلام دوستان عزیز، به ادامه سایر ریاضیات پیشرفته بر اساس کالکولاس اوپن استکس میرسیم به تابع خطی و مفهوم میل یا شیپ. در ریاضیات یکی از ساده ترین اما مهمترین مفاهیم تابع خطیه. اما سوال مهم این است چرا یک خط مستقیم است و این عدد کوچک که به آن میل یا شیپ میگوییم واقعا چی معنی دارد؟ تابع خطی به شکل fx مساوی به ax جمع b تعریف می شود که در اینجا a و b اعداد ثابت هستند و همچنان ای که a خلاف صفر است. اما a و b میتونن تمام اعداد حقیقی از منفی لای تنوعی تا مثبت لای تنوعی را به خود بگیرند. اگر a مساوی به صفر شود در این صورت تابع خطی ما یک تابع ثابت می شود. گراف این تابع همیشه یک خط مستقیم است. اما اگر a بزرگتر از صفر باشد تابع صعودی است، اگر a کوچکتر از صفر باشد تابع نزولی است و اگر a مساوی به صفر باشد همانطور که گفتیم تابع یک تابع ثابت است، یک خط افقی می باشد. یکی از خاصیت‌های مهم تابع خطی میلان می باشد که ما او را به نشان میدیم که m مساوی است به دلتا y بر دلتا x. یعنی ما اگر دو نقطه روی یک خط داشته باشیم، میل یعنی چقدر y تغییر میکند وقتی که x یک واحد تغییر میکنه. ایده به نام دلتا y به نام رایز یا بالا رفتن و دلتا x به نام رن یا حرکت به سمت افقی یاد. پس ما اگر دو نقطه را روی محور مختصات در یک تابع خطی انتخاب کنیم، مثلا نقطه اول ما P1 مساوی به x1 و y1 شود و نقطه P2 ما مساوی به x2 y2 شود. در این صورت m ما یا میل یا شیپ مساوی می شود y2 منفی y1 بر x2 منفی x1. نکته مهم که به یاد داشته باشیم این است که میل مستقل از انتخاب نقطه می باشد. یعنی مهم نیست کدام دو نقطه را انتخاب کنید، میل همیشه یکسان می باشد. یعنی اگر ما یک نقطه دیگر انتخاب کنیم به نام P0 که باشه x0 y0، در هر صورت میل یا شیب ما مساوی می شود هر نقطه ای را که ما انتخاب کنیم. مثلا y1 منفی y0 x1 منفی x0 این مساوی میشه به y2 منفی y0 x2 منفی x0 یا ای همچنان مساوی است به y2 منفی y1 و x2 منفی x1. ما میدانیم که تابع خطی ما fx مساوی به ax جمع b است. حالا میخواهیم نشان بدیم که میل یا m مساوی به a می شود. برای از این ما دو نقطه را انتخاب میکنیم. اگر مبدأ مختصات ما اینجا صفر و صفر باشد یک نقطه را اینجا انتخاب میکنیم P1، نقطه بعدی ما P. اگر x به اندازه یک واحد در P2 صورت افقی حرکت کرده باشد میدانیم که ما y ما به اندازه b است. پس نقطه P1 ما صفر و b و نقطه P2 ما میفهمیم یک و دلتا y ما میشه به اندازه a باشه a جمع b. لذا اگر ما دلتا y بر دلتا x نقطه P2 و P1 پیدا کنیم میشه a جمع b منفی b بر یک منفی صفر که مساوی میشه به b با b خلاص. پس در معادله fx ax جمع b a همان میل است در تابع خطی. بالاخره شکل عمومی تابع خطی ما میشه y مساوی به mx جمع b که شکل y مساوی به mx جمع b ساده ترین شکل یک تابع خطی می باشه که در اینجا تابع خطی محور x و y را قطع میکنه که میره به نام سلاپ اینترسپت فرم یاد میکنه. اما اگر ما یک نقطه داشته باشیم و تابع خطی از مبدا گذشته باشه در این صورت شکل عمومی تابع خطی به شکل y مساوی به y1 m ضرب در x1 منفی x منفی x1 میگیره به نام اکویشن. در مثال 1.12 به ما گفته شده دو نقطه داده شده که عبارت از بگیر یاد کنیم نقطه اولی ما P1 مساوی به منفی 4 و 5 و نقطه دومی ما P2 اگر نامگذاری کنیم می باشه 11 و منفی 4. از ما خواسته شده که در اینجا میل تابع خطی را پیدا کنیم و همچنان با استفاده از فرمولای تابع خطی معادله‌اش را پیدا کنیم. ما میدانیم که میل از این مساوی میشه به مساوی است به y2 منفی y1 بر x2 منفی x1
که مساوی میشه به y2 ما منفی 4 منفی y1 ما مثبت 5 x2 ما 11 منفی و x1 ما منفی 4. این مساوی میشه به منفی 9 11 و 4 که این مساوی میشه به 3 ما 9 5 3 15 منفی 3 بر 5. اگر ما معادله شیپ یا میل نقطه تابع خطی استفاده کنیم که y منفی y1 مساوی بود به m ضرب در x منفی x1. در این معادله باید اول متوجه باشیم که ما دلتا y دلتا x از نقطه P1 تا P2 پیدا کردیم و توسط از او میل پیدا کردیم که میل از این شد منفی 3 بر 5. حالا میل هم داریم و یک نقطه داریم که خط عبور میکنه که در این صورت شکل معادله تابع خطی ما میشه y منفی 4 که میشه y مثبت 4 مساوی به m داریم منفی 3 بر 5 ضرب در x. حالا اگر ما به شکل ساده تابع خطی نوشته کنیم این مساوی میشه به y مساوی است به منفی 3 بر 5 x بعد از ساده سازی مثبت 13 بر. در مثال 1.13 به ما داده شده که جیسیکا خانه را ساعت 5:50 صبح ترک میکنه و به اندازه 9 مایل میدود و ساعت 7 و 8 صبح به خانه برمیگرد. با فرضی که به طور ثابت جیسیکا دوش نموده است موارد ذیل را ما باید دریافت. خب ما داریم که تیره که وقت است این مساوی میشه به 7 و 8 دقیقه صبح منفی 5:50 دقیقه که از خانه برآمد که میشه تقریبا 1 ساعت و 18 دقیقه که مساوی است به 78 دقیقه و به اندازه 9 مایل هم دویدن دی مساوی به 9. در جزء A از ما خواسته شده که ما تابع دی تیر پیدا کنیم، یعنی که جیسیکا در هر دقیقه چقدر فاصله را تعیین است. ما میدانیم که در لحظه ای که جیسیکا از خانه مبراید در زمان 0 فاصله مساوی به 0 بوده. پس یک نقطه را ما پیدا کنیم که مبدأ محور مختصات و در تی مساوی به 78 دقیقه جیسیکا به اندازه 9 مایل دویده است. پس این نقطه دومی ما میشه. خب ما دو مختصر داریم، یکی که نقطه اولی ما 0 و دومی است 78 و 9. حالا که با استفاده از این دو نقطه اگر ما میل پیدا کنیم m مساوی میشه به 9 منفی 0 در 78 منفی 0 که میشه 9 بر 78 یا این مساوی است به 3 بر 26. حالا ما اگر از معادله خطی ساده استفاده کنیم که y مساوی است به mx جمع b، چون نقطه اولی ما 0 است پس y مساوی میشه به m داریم 3 بر 26 t جمع 0 که در اینجا y ما d است. پس تابع خطی ای سوال مساوی میشه به 3 d مساوی به 3 بر 26 t. در جزء B گفته گرافش رسم کنیم که اگر ما گراف از این رسم کنیم در محور مختصات که نقطه اولی ما از 0 نقطه دومی ما است 78 0 نقطه اولی نقطه دومی است 78 و 9 تابع این خطی به فرمول دی مساوی به 3 بر 26 دی نشان داده. جزء سومی که از ما خواسته بود که تعبیر این تابع خطی چیه که جیسیکا در هر دقیقه چقدر فاصله را تعیین نموده است که سرعت متوسط از این مساوی میشه به 3 بر 26 یعنی ای که تقریبا 0.115 مایل در هر دقیقه یا منت جیسیکا دوشتم. در این درس ما یاد گرفتیم که تابع خطی چی است، میل چگونه محاسبه می شود، میل یعنی چی معنی دارد، شکل های مختلف معادله خطی و همچنان حل مثال های واقعی.